پیش خودت چقدر فکر میکنی که یک جوون میتونه توجیه کنه که تلاش نکنه و ناامید باشه به عنوان یه جوونی که خیلی موفق بودی تا الان؟ یه مثالی رو اون موقع آقای بنا از آقای سوریان میزد، گفت حمید سوریان رفت اولین مدال طلای جهانش رو گرفت، هیچ کس مثلا از مسئولین توجه نمیکرد بهش. دومی رو گرفت، باز کسی توجه نمیکرد. گفت من بهش گفتم اینقدر بگیر تا مجبور بشن توجه کنن. حالا ما هم توی این دوره به نظرم باید اینقدر موفق بشیم، اینقدر عنوان کسب کنیم، بالاخره مسئولینم آگاهن، میبینن، هوشیارن و قطعا باید انشالله حمایت بیشتری داشته باشن از ورزشکارا. شاید من اون موقع کشتی اومدم و تو سنگین وزن کشتی گرفتم، خیلی ها ایراد گرفتن، گفتن مثلا فلانی قد و قامتش کوتاه، اندامش برای کشتیگیر سنگین وزن شاید استیلش خوب نیست، ولی به لطف خدا با تلاشی که طی این سالیان زیر نظر مربیانم چه در شهرستان چه در اردوگاه ملی تونستم من بازم میگم به لطف خدا چندین مدال آسیایی و جهانی کسب کنم و به نظر همه اینا در سایه تلاشه و با تلاش انسان به همه چی دست پیدا می‌کنه.